جناب آقای سربازی، شما که خودتون جزو زندانیان و شکنجه شدگان این دستگیری ها بودید که همون زمان دستگیر شدید، بازداشت شدید و شکنجه شدید، چرا نظام آخوندی این دو عالم بلوچ و اهل سنت را اعدام کرد؟ همانطور که آقای ملازی قبلش هم اشاره کردند که قبلا هم این کارها را میکرد، اما به بهانه به اصطلاح تصادف، مسموم کردن، به روش‌های مختلف این کار انجام میداد، اما اعدام نمیکرد. اما دیدیم که این دو عالم را اعدام کرد. تکمیل سناریوی کنترل بر مساجد و مدارس دینی تحت نام سازماندهی مدارس دینی که پروژه‌ای بود از سال از دوره‌ای که احمدی نژاد روی کار اومده بود، مشخصا نمیتونم دقیقاً بگم که سال چه سالی بود، برای تکمیل این پروژه این اعدام‌ها صورت گرفتند. یعنی از ابتدای انقلاب اون حذف‌ها وجود داشت، ترورها وجود داشت، ولی همیشه این کنترل در حوزه مدارس و مساجد اهل سنت در دست حکومت نبوده. یعنی مدارس، مساجد به شکل کامل مستقل بودند و فعالیت خودشون رو میکردن. در ابتدای انقلاب سرداران و سران طوایف رو حذف کردن، علما تنها تریبون مردم شدن در منطقه بلوچستان، مردم پای صحبتاشون مینشستن و انتقادات رو هر از گاهی از زبان علما از تریبون مساجد بیان میشد. این مسئله باعث شد که حکومت از این احساس خطر بکنه، برای حذف این مسئله طرحی رو به نام طرح سازماندهی مدارس دینی که علما بهش میگفتن کنترل مدارس دینی یا تصرف مدارس دینی. این طرح وقتی اومد، هدفش این بود که مسجد هرچه هست متعلق به اهل سنت هستن یا مدارس دینی که متعلق به اهل سنت هستن، اینا رو حکومت اداره بکنه، یعنی در نظام آموزشی اونها دخالت بکنه، در مدیران مدارس دینی در رأسشون روحانیان اهل تشیع باشند، از قم مستقیما اداره بشن. این رو علمای اهل سنت نپذیرفتن، گفتن که ما این رو نخواهیم پذیرفت. هر کاری کردن قبول نکردن. مولوی عبدالحمید همه اطرافیانش رو بازداشت کردن. این ادامه همون روند بود. یعنی قبل از اینکه خب موضوع به بازداشت مولوی نقشبندی و مولوی عبدالله و بقیه نیرو علما برسه، قبلش خب مولوی عبدالقدوس رو بازداشت کردن، مولوی یوسف رو بازداشت کردن و اینها رو برای ایجاد رعب و وحشت و ترس در بین علما اعدام کردن. یعنی برای اولین بار در تاریخ بلوچستان اعدام پای علمای اهل سنت گذاشتند. من خاطرم هست روزی که این دو عزیز رو اعدام کردن، من در مسیر خودم بودم، به سمت مدرسه میرفتم که دیدم همه چهارراه‌ها رو بستن. نیروی نظامی اونقدر زیاد وایستاده بود که من تعجب کردم، پرسیدم از مردم چه خبر است؟ هیچ کس خبر نداشت. همه گفتم ما مطلع نیستیم. ولی مشخص بود که یک اتفاقی داره میفته. حداقل حدس من بر این بود که یک مسئول بالا مقامی از تهران اومده بلوچستان، شاید به خاطر همین اینقدر شلوغ هست. نمیدونیم خامنه ای اومده، رئیس جمهور اومده، یه داستانی هست. مدرسه رفتیم، ظهر شد، بعد از ظهر شد به ما خبر دادن که اخبار اومد اعلام کرد که بله، دو روحانی اهل سنت رو، مولوی عبدالقدوس و مولوی یوسف، که در پرونده ما با همدیگه بودیم، یعنی پرونده اونا بود، ما رو در سیاهی لشکرشون همراه کرده بودن که این پرونده رو خیلی کلوف نشون بدن، یک چیز خیلی بزرگ نشون بدن در سطح ایران، و اون دو عزیز رو اعدام کردن. و خب مشخص بود که یک ترس شدید داشتن از مردم، چون اولین بار بود این اعدام‌ها رو اجرا می‌کردن، احساس می‌کردن که ممکنه تظاهراتی صورت بگیره، مسائلی اتفاق بیفته. به همین خاطر حتی این رو محکم کرده بودن با یه سری مصاحبه‌هایی از روحانیان اهل سنت بلوچ از منطقه. یعنی ویدیوهایی قبلا ضبط کرده بودن در مورد اینکه خب مولانا عبدالحمید، نظر شما در مورد عبدالمالک که فلان کار و فلان کار انجام میده چیه؟ از لحاظ حکم شرعی مثلا انفجار کردن توی مثلا مسجد چیه حکمش؟ یک سوالهای کلی ازشون پرسیده بودن، اونا هم یه پاسخهای کلی رو داده بودن. همین پاسخها رو بعدش برداشته بودن، یک مستند هم درست کرده بودن، نمیدونم لانه عنکبوت بود اسمش، خانه وهن بود، چی بود. این رو صحبت‌های اونا رو هم کات کردن، تکه تکه کردن، در کنار یک سری چیای سناریو سازی‌های عجیب و غریبی، یک جای عکس یک
با لباس بلوچی صورتشو بسته، اسلحه دستش داره، تیراندازی میکنه، یه جایی نمیدونم یه عنکبوتی داره، یه گوشی، یه سناریوی خیلی سخیف رو درست کردن و ویدیوی اون علما رو اونجا قرار دادن که بله اینها حرام هستن، ناجایز هستن، بعد نشون دادن اعترافات رو تکه تکه که مولی عبدالقدوس میگه. اینا رو بعد با همین بهانه اعدام کردن که نیاز باشه بیشتر در این زمین توضیح. بسیار ممنون و متشکر. و بعدش هم مولوی خلیل الله زارعی و مولوی حافظ صلاح الدین سیدی، دو روحانی و مولوی اهل سنت از نصیرآباد هم اعدام شدند.